خدمت رسیدیم. خواستگاری ژینا خانم. بنده شاتر وایت هستم. ایشونم همسرم سکینه خانم. اینم شاگردم جاسم. جاسم مثل پسرم میمونه. آقا پسر چی کاره هستن؟ ما نون بربری خالص تولید میکنیم با بدنه پیتزا. بحث شیرین مهری. والا هر جور شما صلاح میدونید، ولی ما 1000 تا نون بربری بیشتر نمیدیم. منم هوشنگم، عموی جاسم. اگه مهریه رو یه روز نداد به خودم بگی. ژینا خانم تشریف نمیارن؟ از الان بگم ها، عروس جلوی من خودشو عزیز نکنه. بابا جان، من آقا جاسم رو دوست دارم، براش جونم رو میدم. اینا گل من، گل خوشگل من. شنیدم قیمت آرد کشیده بالا، بربری گرون شده، مهریه‌مون میذارم اجرا بدبخت شی. برای مهریه بهتر است با ساغول تماس بگیرید. دهنت سرویس جاسم. چه غلطی کردیم واسه این پسر رفتیم خواستگاری.